بریم یه دوتا بربری بگیریم. داداش ببخش یه دونه ای؟ نه بابا اسکول میگم یه دونه ای یا دوتا؟ یه دونه. سلام بچه‌ها، رضا هستم. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید و جذاب و دیدنی. امیدوارم که این ویدیو خوشتون بیاد و میریم سراغ ویدیو. حالا موضوع ویدیو چه قراره؟ موضوع ویدیو اینه که من چند تا این سمای هست. این استا سم 1 سم 2 سم 3 این سما داخل این استا بوده. به رفیقام گفتم برام پیدا کنین بفرستین و اینا رو همش یکی کردم و امروز میخوام براتون ویدیوش بگیرم. خب حالا یه مجازات دارم برای خودم. هر یه باری که خندیدم یه نفر رو فالو میکنم. هر کی بهم فالو کنه بعد زیر این پست کامنت بذاره من فالوت کردم، منم میرم فالوش میکنم و امیدوارم که نخندم مجازاتی در کار نباشه. و حالا باید که سخت‌تر بشه بطری آب بردیم که دهنمون پر آب کنیم که سخت‌تر شه برامون نخندیدن و ببینیم چه اتفاقی میفته. میریم سراغ ویدیوی اول. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. میریم اولین ویدیو. چندش Aymen nakhte meshi sobaye insta vo esbaye khade jogdayme zoker huni haye huni baye جلوشو بگیرین نذارین رد بشه. برید کنار ببینم. به من میگن کاظم کاکرو. بیا اینم سوت ببری بگیر که اومد. یه مدل مو بزن که حرفی توش نباشه. داش واقعا حرفی توش نیست. خیلی بچه ها شباهت داشتن با هم دیگه. حالا ببینیم ادامه ویدیو. خودش کم رفت جلو، برش میگنیم عقب. الان ببینیم آب نزدی بود. یک با فعلا خندیدم و یه فالوور. من براش بوق دیانزه بودم ولی اون ناصر بوقی دوست داشت. بچه اومدم خونه فامیلمون. حالا بیا ثابت کن که صدای اینه. سلامتی سیگار. جناب اینا چنده؟ قابل نداری. یک کجا هستن؟ داره 350. پس که میدونی برای چی میپرسی؟ درآمد بچه‌ها فکم درد گرفت. میریم ویدیو بعدی. درآمدت به مخارجت نمیخوره، خرجتو کمتر کن، درآمدتو بیشتر. میپرسی چطوری؟ من خوبم، تو چطوری؟ چه خبر؟ چیکار میکنین؟ کم پیدایی؟ تو چندش 10 میلیونی رو شرکت میکنی؟ بله. اسمتون چیه؟ مائده. اگه همین الان سوره مائده رو بتونی بخونی 10 میلیون تومن برات کار بفرد میکنم. اینو من بلد نیستم آخه. خب یه فرصت دیگه بهتون میدیم. اسم شما چیه؟ بچه من میدونم شما هم داخل خونه داریم با من این سما رو نگاه میکنید و خودتون رو گرفتین که نخندید. منم خودم همینجوری وقتی مثلا یه سعی کن نخندید چیزی اصلا داخل هر جا یوتیوب اینستا هر جا میبینم خودم هم کنترل کنم که نخندم. میریم ویدیوی بعدی. حسابو یادم بره. بریم یه دوتا بربری بگیریم. داداش ببخش
یه دونه ای؟ دوردونه ای من نه بابا اسکول میگم یه دونه ای یا دوتا صف یه دونه. عین خیالم نیست فقط سرم. میدونی چرا؟ چون مال من نیست. میتونی برای که خوابت ببره باید چه اتفاقی بیفته؟ باید بیدارت ببازه. شیشتو بده پایین، نمیبینی دارم رد میشم؟ ببخشید اینجا نزده بود خطر عبور حیوانات. نه با پول بابام خریدمش، نه با پول دزدی خریدمش. تنها خودم رو پای خودم وایساده بودم، داشتم از اینجا رد میشدم گفتم این فیلم ازش بگیرم. ارزاد داداش نگاه آخرش هممون توی اینقدر جا میخوابیم ها. آخرش هممون ما لوله گاز بود. شرایط سخت شده ولی خب روزی دست خداست. باید با مشتری صادق باشی دیگه. آقا چی شد؟ مطمئن نشابه؟ آره بابا این ترسیده، فقط یکم رنگش پریده. چی ساله؟ وای نداشتم ویدیو تموم شه. بریم ویدیو بعدی. بریم. صداقت دوستان، صداقت. ادامه ویدیو. قبل ازدواج برای من صندلی میکشیدی، الان همینجوری خود راحت میشینی دیگه. آره ای بابا، اجازه هست؟ وای مرسی، خیلی ممنونم، متشکرم. بسات چیکارت کنم خوشگل چی؟ یه میکاپ نو میکاپ برام بزن. قبول داری که خیلی خوشگلی؟ نمیدونم. چیه؟ میکاپ نو میکاپ چیه؟ یعنی میکاپ نو؟ کسی که میدن تو کامنت بنویسن ببینیم عدد چیه؟ ببینید چه اتفاقی تا آخرش. چقدر نرمی. خدایا نمازتم بده همینو بخونم. فقط مونده بود که آفتابه آپدیت بشه، اونم آپدیت شد. ما اومدیم با نسل جدید آفتابه از بند زیبا سازان توی 3 تا مدل متنوع با 3 تا رنگ متنوع. این کار 138 125 و 110,000 تومان. خدا لعنتتون کنه، حداقل یه برچسب آفتابه بزنین روش. من الان یک هفته دارم با اینا چایی دمونو. اگه وسیلتو گم کردی دوست عزیزم اسم اونو صدا بزن. تریاک من، تریاک جونم، خوشگل من، تریاک من، کجایی؟ من مردم از خماری. بچه‌ها ببخشید که کم بود، این پارت یکیش بود. اگه خوشتون اومد داخل کامنت ها بگین برای ویدیو چند پارتی ازش بسازم. و حالا بگین داخل کامنت چند بار خندیدم و خودم میرم میشمارم و هر چند تا باری که خندیده باشم فالو کنین و پایین کامنت بزنین فالو کردم، منم میام فالوتون میکنم. و اسکرایب و زنگوله هم فعال کنین تا ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده، بیاین نگاه کنین و لایک هم فراموش نشه. امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.